وخوری وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مسلمه قادرova نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان مسئول با ساکنان جماعت دهات جوره رحمان شهری ترسونزاده در اطراف پیام امساله سرور دولت محترم امامعلی رحمان صحبت و ملاقات ها دایر نمودند. در آغاز مسلمه قادرova وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اویدی پیام امساله سرور دولت که سنه 22 دکبر سال 2017 ارائه گردیده بود فکر و نظر خیش را بیان کردند. همه می‌دونند که سوحه پرنده پروری که از سوحه‌های دشوار می‌باشد و تا یک 2 ماه اخیر از طریق تلویزیون ما دیدیم که چگونه مرغ‌های پس‌صفت رو گوشت‌های پس‌صفت رو آورده به فروش می‌آوردند و مردم ما از اون خریداری می‌کردند، حالا که آنها به یگان استاندارد و صفت محصولات جایگزین نبود. و از طریق تلویزیون شما دیدگی هستید که من همون مرغی که حالی 10 روزه نشده است اقلا با واسطه سوزندارو یعنی اکول کرده و یا هم وزنش زیاد می‌کردید هم گویا که وای فربه می‌شود و ببینید که با هم توسط خیمیکات ها همون گوشتی که آنها خودشون استعمال نمیکنن مملکت‌های ما با حتی تو از برزیل ما گوشت می‌آوردید که وای گفته نمیشد که اون گوشت‌های آنها اکادم سال نگاه داشته میشد. همین خاطر که برای رشد یافتن سوحه پرنده پروری تمام تجهیزاتی که برای سوحه پرنده پروری ضرور است و به مملکت ما وارد کرده می شود. تمام محصولات خوراکی که برای پرنده پروری ضرور است از تمام نلاک‌ها آزاد کرده شد و من فکر میکنم که در سالهای بعد این سوحه نیز باید که رشد یابد، چون که پرنده پروری برای مملکت ما بنهایت ضرور است و گوشت پرنده همچون گوشت پرهیزی قریب که هر یک عائله از وی استعمال میکنند. دیگر اشتراکداران نیز در نوبت خویش دایره کارهای آبادانی و سازندگی و برآمدن تاجیکستان از بنبست کمیونیکاسیونی، بالا برداشتن سطح زندگی مردم، تامین امنیت عضوقواری کشور فکر و نظر خویش را بیان کردند. و با باوری کامل گفته می‌توانیم که هر یک نفری که در اینجا اشتراک دارد خلاصه‌های لازمی خود را برآورده و در مؤسسه‌ها و کارخانه‌های خود وابسته به پیام، وابسته به آن نکته‌های اساسی دستور و سفارش‌ها و وظیفه‌گذاری‌هایی که شد در مؤسسه‌ها و کارخانه و تشکیلات و مثلا محله خود در اینجا رئیسان محله را ما می‌بینیم حتما می‌رسانند. ذکر گردید که مردم تاجیکستان صاحب استقلال سیاست خردمندانه و عاقلانه پیشوای ملت پرزیدنت معظم کشور امامعلی رحمان را همیشه جانبداری کرده برای آبادی وطن محبوب خویش حصه‌گزار می‌شوند و برای پیشگیری همه گونه عمل‌های ننگین و ناشایسته کوشش به خرج می‌دهند. این همش برای آبادی یعنی مملکت، آبادی اویلمو، آبادی همه چیز با یک سال دستور مواد نشون دادن که باید بالای همه ما یک جای کار کنیم. من از سال 2017 سال جماعت ما خیلی دست آورده کارا شدن. اگر گام زنیم که مثلا نوروز و مثلا از طرف صاحب کرونا مثلا از طرف گوسو مثلا 530,000 سوم، از خواجه نعمت وطن 100,000 زیاد سوم، از دیگر ساحه پیش 106,000 سوم برای نوروز عید قربان عید فطر و همین چیزا تقسیم شده، کم بیزورتور تقسیم شده. من خودم میدونم که من نزدیکی به یک بنگاه تیپی دهه زرکمه من معلم خودش اشتراک کرده بودم. قریب مثلا اونجا به 11 کس جای کار قطعی تعمیر شد. اینا هم یک چیز پیش روی من از ساعت شیرازی به من حاضر بنگاه تیپی تایید شده که حاضر حجت گذاری کرده استادیم. اینا هم باشه اگر من نزدیک به میسپریم. مقصد از راه اندازی شدن چنین ملاقات و صحبت‌ها این بار دیگر به سمع مردم رسانیدن پیام امساله سرور دولت میباشد که حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته برای فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده برای ساکنان کشور کوشش‌های زیاد را به خرج می‌دهد. صابر جان سعیدوف، ظفر حسنوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.